سلام و درود بر شما. با مرجع فال ایران همراه باشید عزیزای دلم. امروز در خدمت شما عزیزان هستم با فال قهوه. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون عالی باشه و بهترین ها سر راهتون باشه. بریم برای فال قهوه امروز. برای متولدین فروردین افتاده که با یک خانومی برات بحث پیش میاد. تا 2 زمان آینده حرفتو زیاد رد و بدل میکنن. از کسی که تو حروف اسمیش ای داره، مثل ابراهیم، اسماعیل، زنگ و تماس برات افتاده، سند امضا افتاده، یک سندی رو به شادی امضا میزنی، روی موقعیت کاریت یا مالیت. اگر نگرانی، من برات میبینم که طی 2 زمان آینده نهایتاً 28 ماه آینده خبر خوش رو میگیری. از لحاظ احساسی اگر شریک احساسی رفته، خیلی زود بهت برگشت داره. دیدار و ملاقات عاشقانه داری. حتی اگر رقیب داشتی، رقیبت پوچه. تو حروف اسمی طرف احساسیت دال سین داره. حداقل یکی از این دوتا رو داره. بعد خبر خوش افتاده، دوره همی افتاده، مهمونی افتاده، یک سفری هم میری به جای خوش آب و هوا که خیلی هم بهت خوش میگذره، دوست نداری از اونجا برگردی. برای متولدین اردیبهشت عزیزم افتاده میگه که تا 3 روز 13 روز آینده خبر شاد داری. تغییر و تحول داری. سفر به خارج از کشور افتاده. زنگ و تماس افتاده. روی سندی که به مشکل خوردی تا 2 زمان آینده مشکلش حل میشه. خرید، جابجایی، تغییر، تحول افتاده. از کسی که سین داره تو اسمش، مثل سعید، سپیده، برات خبر خوش افتاده. تغییر و تحولات عالی رو برات میبینم. اگر شریک احساسیت آقا هست، تو حروف اسمیش الف، لام یا شین داره، بهت برگشت داره. پشت سر 7 زن زیاد داری ماشاءالله. نمیدونم مردم بیکارن چیه. 2 تا تیکه پول به دستت میرسه. سفر مشهد برات افتاده. روی کاری مالی اگر که شاغل هستی تا 1 زمان آینده حرفی رو من برات میبینم. اگر بازاری هستی تا 1 زمان آینده موفقیت کاری رو برات میبینم. اگر کار دادگاه قانونی داری تا آخر برج آینده برات شادی افتاده. برای متولدین خرداد ماه عزیزم افتاده که یک سنگینی ازت دور میشه. دیدار و ملاقات عاشقانه داری. برای متولدین خرداد افتاده که یک آدم فضول دستش برات رو میشه. برات افتاده تغییر و تحول داری. دست رو به آسمون، انگار یه چیزی از خدا میخوای که مطمئناً برات اوکی میشه. کاری که قراره در رابطه با مسیر مالیت برات انجام بشه طی 1 زمان آینده اوکی میشه. چشم پزشکی برات افتاده. تغییر و تحولات مالی داری. دیدار و ملاقات عاشقانه داری. تیرت به هدف میخوره. شخصی که به دیدنت میاد دلت رو شاد میکنه. دریافت یک هدیه هم برای خردادی های عزیزمون افتاده. کمی روی ریه هات مراقب باش. اگر از قلیون استفاده میکنی داره بهت هشدار میده. برای متولد تیر ماه گلم، تیر ماهی جان، برات افتاده که یک مبلغ پول درشتی به دستت میرسه. توی برج 7 تغییرات و تحولات بزرگی داری. 2 تا سند پشت سر هم امضا میزنی. یکی من میکن، حالش رو جا میاری. یه سری تغییر و تحولات روی موهات میخوای به انجام بدی که براش شادی افتاده. سفری برات پیش میاد تا 2 ماه آینده سفرتو میری. دور همین مهمونی افتاده. رازی برات برملا میشه، شوکه میشه. شریک احساسی اگر رفته تا 7 زمان آینده بهت برگشت داره. ضریب 4 پول به دستت میرسه. نیتی که کردی جوابش بله هست. برای متولدین مرداد عزیزم افتاده یک کار زیبایی میخوای انجام بدی روی صورتت. برات خیر. مرداد ماهی افتاده آقایی که توی اسمش ت داره. بینی استخونی فرمی داره. یک قدمی رو برات برمیداره. اگر خودت آقا هستی و داری گوش میدی، تا 10 زمان آینده که نزدیک هم هست، مثل 10 روز یا 10 ماه آینده هست، به خواسته قلبیت میرسی. مار افتاده دشمن توی چارچوب زندگیت هست. بیشتر توی مسیر کاریت دیده میشه. یه کاری رو شراکتی میخوای انجام بدی، بسیار برات خیره. از کسی که سین نامه، توی حروف اسمیش هی جیمی داره، برات خبر خوش افتاده. شریک احساسی دوستت داره. اگر هم ازت کات شده،
بهت برگشت داره. البته خودت باید توسط اخلاق و رفتارت یه سری راه‌ها رو براش باز بکنی، بذاری که بهت اعتماد کنه، بذاری شک و تردید رو از بین ببر. از کسی که ب و الف داره تو اسمش برات خبر خوش افتاده، شماره تلفن 049 خبر خوشی رو به گوشت میرسونه. ثبت و سند داری، اگر همکار حکمی سندی داری، تا 2 زمان آینده من برات خبر خوش رو میبینم. برای متولدین شهریور ماه جان افتاده که دیدار و ملاقات عاشقانه داری. شهریور ماهی به جمع و دور همی میری. میگه که اگر تیر ماهی توی زندگیته، دوستت داره، رفته بهت برمیگرده، برات سند امضا افتاده. تغییر و تحول داری از کسی که ته دسته‌دار داره تو اسمش، مثل طاهره، طیبه، طاهر، برات خبر افتاده. با خرداد ماهی صحبت میکنی، برات خیره. با شماره تلفن 013 خبر خوشی رو دریافت میکنی. تا 30 خرداد هر نیتی کردی برات اوکی میشه، نگرانش نباش. برات سفر راه و مسیر افتاده. امضایی رو من برات میبینم که به شادی برات انجام میشه. افتاده که همزاد داری شهریور ماهی. اگر مجرد هستی بختت بست است، به خاطر همزادم هست. یک نهی رو به کسی میگی، بهترین کاری رو میکنی. شریک احساسیت اگر رفته بهت برگشت داره، تو حروف اسمیش ر، الف و یا ز داره که بهت برمیگرده. برای مهرمایی های عزیزم افتاده که مهرمایی جان یک نظری کردی، روش حاجت روایی داری. مهرمایی بهت میگه که یک تیکه پول به دستت میرسه. با آذرماهی صحبت داری. مهرمایی یک تغییر و تحول داری. مهمانی میخوای بری و بیای. امضا برات افتاده. نگران روی یک کاری دادگاه قانونی داری. 2 نفر بهت کمک میکنن، به خواستت میرسی. مهرمایی جان بهت میگه که اگر دنبال یک کار سندی هستی، 2 نفر بهت کمک میکنن. مهمایی جمع و دور همی، دیدار و ملاقات عاشقانه داری. اگر از کسی بی خبری برات خبر افتاده، حالا میتونه تو حروف اسمیش میم و الف و داشته باشه، بهت زنگ و تماس داره. روی ارث و ورثه اگر به مشکل خوردی یا کار دادگاه قانونی داری که 2 سالم هست درگیرش هستی، برات افتاده که امسال قدم مثبت رو داری تا برج آینده. اوکی شدن کارات رو برات میبینم. یک حکمی برات میاد که به نفعت. از کنام هم برات خبره خوش افتاده. برای متولدین آبان ماه عزیزم افتاده که آمدن پیک موتوری دریافت بسته رو برات میبینم. مراجعه به دندون پزشکی افتاده. یک خبر فوت از راه و مسیر به گوشت میرسه که همخونت نیست. از کسی که میم داره برات خبره خوش افتاده، قدم مثبت افتاده. برای مجردینمون اومدن خواستگار افتاده. آبان ماهی از کسی که 10/70 برات خبره خوش هست. یک رازی برات برملا میشه، این به نفع شماست. یک سند و امضا افتاده براتون. یک کار جراحی زیبایی روی صورتت میخوای انجام بدی، بسیار عالیه. اگر با کسی وارد رابطه شدی، این رابطه حتما جدایی داره آخرش. برای متولدین آبان ماه عزیزم افتاده که یک سفر راه دور هست که در پیش داری. برات خیر این سفر، قدم مثبت داری. با شماره تلفن 207 خبر خوش رو دریافت میکنی. کسی که متولد 70 شادت میکنه. اگر شریک احساسی جدیدی که تو حروف اسمیش الف و دال داره وارد زندگیت شده، برات میمونه، به ازدواج ختم میشه. 2 تا سند و پشتبند هم امضا میزنی. شریک احساسیت هم دوستت داره. اگر هم رفته بهت برگشت داره. از کسی که 3 داره تو اسمش، میتونه شریک احساسیت هم باشه. برات خبر شاد یا پیام و SMS برات افتاده. از بلاک هم بیرون میای اگر که بلاک هستی. برای متولدین آذر ماه افتاده که تا 20 برات خبر خوش هست. 20 ماه آینده هم هست. آذر ماهی افتاده برات 3 تیکه پول به دستت میرسه. سفر میری، جای خوش آب و هوایی هم هست مثل شماله. برات افتاده که از اسفند ماهی خبر خوش داری. میبینم که زنگ و تماس عاشقانه داری. جابجایی خونه افتاده آذری. تغییر و تحول داری. شریک احساسی دوستت داره. بین شما یک بستگی، یک دعا، یک سنگینی وجود داره که یک باطلی باید بگیری که برات عالیه. ورود یک شخص جدید رو براتون میبینم. آذر میگه یک نهی رو به کسی میگی. از کسی که سین و الف داره تو اسمش برات خبر خوش هست. مهر ماهی اگر از زندگی رفته بهت برگشت داره. برای متولدین دی ماه عزیزم میگه که یک پولی به سرعت به دستت میرسه که دلتو شاد میکنه.
دی ماهی میگه از علینام یا کسی که عین داره تو اسمش برات خبر خوش افتاده. اگر متولد دهه 70 هستی برات ازدواج افتاده. اگر مجرد هستی تغییر و تحول داری، دیدار و ملاقات عاشقانه داری. دی ماهی بهت میگه که ضریب 7 پول به دستت میرسه. از فروردینی خبر خوشی رو دریافت میکنی. تا 2 زمان آینده یه زنگ و تماس عالی داری. دی ماهی بهت میگه که سندی برات مهر و امضا میشه که دلتو شاد میکنه. یه خانومی در حقت بدی کرده بهت برمیگرده، یه جوری از دلت در میاره. از طرف خانواده پدری هم براتون افتاده یک خبری به گوشتون میرسه که شادت میکنه. برای متولدین بهمن ماه افتاده که منبع درآمدت عالی میشه. یا آقای یک بحثی رو برات به وجود میاره که حتما حواست بهش باشه. مهر ماهی اگر از زندگی رفته بهت برگشت داره. یک سفر 3 نفره دارم برات میبینم. دیدار و ملاقات عاشقانه افتاده. دریافتی یک هدیه افتاده. برای بهمن ماهی های عزیزم افتاده که یک ضرری رو کردی جبران میشه. یه خبر فوت از راه و مسیر به گوشت میرسه. ببین آشناست اما همخونت نیست. بهمن ماهی میگه با تیر ماه یه صحبتی میکنی برات خیره. با کسی که میم داره تو اسمش برات زنگ و تماس افتاده. زنگ و تماس هم به نفع شماست. ارتقای شغلی مالی رو من برات میبینم. تغییر و تحول افتاده. نگرانی هات پوچ میشه. اگر دنبال یک کلاس چیزی هستی که میخوای ثبت نام کنی، چنانچه کلاس موزیک یا کلاس تحصیلی هست برات عالی افتاده. ریزش مو رو نشون میده. یک ذره استرس هم داری. استرستو کم کن. از کسی که الف و ی و دال داره برات میبینم که باید حواستو نسبت بهش جمع کنی که ازش ضربه نخوری. یه اسمی مثل میلاد، یلدا، یه همچین نامی هم هست. برای اسفند ماهی های عزیزم افتاده که شادی، موفقیت، سرخوش بودن، سند امضا زدن. یه ذره کتف درد داری انگار، ولی خب رد میشه. سرما میزنه بهت، خیلی زود سرما میخوری، مراقب باش. روی پای راستت هم باید مراقب باشی که پیچ نخوره. اسفند ماهی تغییر و تحول افتاده. یه کار زیبایی به نفعت انجامش بدی. عینک میخواد برای چشمت انجام بدی، انگار که شماره چشمت بالا پایین شده یا باید عوضش بکنی. برای متولدین اسفند عزیزم افتاده که یک پولی به دستت میرسه. ضریب 3 هست. حالا 3,300,000,000 ان شاءالله که 3 میلیارد باشه به دستت میرسه. تغییر و تحول داری. آدمای گربه صفت دور و برت زیاد دیده میشه. صدای بارداری کسی به گوشت میرسه که دلت رو شاد میکنه. اگر خودت نیت بارداری داری تا یک زمان آینده برات اتفاق میفته. هماغوشی، خبر خوش، دریافت یک هدیه رو برات میبینم. روی کلاسی جایی که میخوای ثبت نام کنی برات عالی افتاده. کار دادگاه قانونت 9 زمان آینده به نفعت تموم میشه. با شخص احساسی برات دیدار و ملاقات میبینم. اگر هم تنها هستی تا 10 زمان آینده شخصی وارد زندگی میشه که برات عالیه. برای خودت هم افتاده که یه سری فکرها توی ذهنت هست، یه سری کارها رو میخوای انجام بدی که برات عالیه و عملی میشه. یک زنگ و تماس از راه و مسیر بهت میشه که برات خوبه. یک سری خبرها هم به گوشت میرسه که برات خوبه و شادت میکنه.